تو اگه با اون مبانی عقیدتی جمهوری اسلامی مشکل نداری، تو غلط میکنی بگی براندازم. بگو با هیئت حاکمش در جنگ. تو کثافت زاده اصلاح طلب ایده جنگو میخوان منحرف کنن. یعنی به شما میگن که ضدیت با رژیم که ما داریم ربطی به ضدیت با اسلام نداره. دقیقاً ضدیتی که ما با رژیم داریم دقیقاً بدون هیچ کم و کاسی به دلیل قوانین کثیف و وحشیانه سنگسار، قتل و حلق‌آویز کردن و قطع دست و پا و کور کردن چشم و شلاق زدن و این مزخرفاته. این قوانین از کجا میاد؟ این قوانین از کتاب زیست شناسی دوم دبیرستان میاد. این قوانین از اسلام میاد. از توی کثافت‌ها میارم. قرآن اومده، از جایی به نام نهج البلاغه اومده، از فقه اومده، از حدیث و روایت اومده، از سیرت النبی یا روش زندگی محمد عبدالله اومده بیرون. ما دقیقاً مشکلمون با مبانی عقیدتی این کثافتی به نام جمهوری اسلامیه.